با هم حل بکنیم. الان تمرین 7 رو میخوام حل کنم. نگاه کنید بچه‌ها. یه چیزی که قبلا توضیح دادیم بچه‌ها توی عملیات کسرها تو عملیات کسرها توی جمع و تفریق ما هم مخرج می‌کردیم، توی ضرب ساده می‌کنیم و توی تقسیمم که حالا بهتون گفتم ثابت ضرب معکوس و تبدیل به ضرب می‌کنیم. خب الان می‌خوایم اینو حل کنیم بچه‌ها، چون ضربه حتما ما باید ساده کنیم. ساده کردن اینطور بود که میگفتیم حتما باید یکی از اعداد صورت رو با یکی از اعداد مخرج ساده کنیم. خب الان اینجا نگاه کنید بچه‌ها، این عدد 10، اینم که 5 رو با 10 میتونم ساده کنم. خب 5 به 5 1، 10 به 5 2. خب در نهایت بعد از ساده کردن قرار شد که ما چیکار کنیم؟ صورت رو در صورت ضرب کنیم، مخرج